دیروز یه آقایی این پیامو برام فرستاد. اینکه کوددهی رو چه موقعی و چه زمانی برای گیاهاتون انجام بدین بستگی داره به محیط خونتون و به گیاهتون. خب حالا تو برو پایین من بقیه رو بگم. اولین فاکتوری که باید حتما رعایت کنین اینه که قبلش به گیاهتون آب نداده باشین و گیاه از نظر آبی تشنه باشه و نیاز به آب داشته باشه و شما اون موقع کوددهی رو انجام بدین. دومین فاکتور، حتما سعی کنین قبل کوددهی از هیومیک اسید استفاده کنین. این باعث میشه گیاه کود رو بهتر جذب کنه. حالا چجوری به گیاهامون کود بدیم؟ اول از همه هیومیک اسید رو به گیاهمون میدیم و بعد 7 الی 10 روز میریم سراغ کودهایی که مورد نیاز گیاهمون هستن. مثل چی؟ 12-36 که برای گلدهی و تقویت گیاهه، 10-52-10 که برای تقویت ریشه و رشد پاجوش هاست و 3-20 که برای رشد برگ ها و ساقه گیاهه. اگر از اکسپلور میای ممنون میشم پیج منو فالو کنی چون چیزای بیشتری در مورد گل و گیاه بهت میگم.